45 روز رفتن و اومدن. 45 روز آدم‌های عجیب غریب و خیلی دور از منو دیدن و سازش کردن. 45 روز از کار زدن، از زندگیم، از بچه، از همه چیز زدم. چهل و 45 روز با استرس خوابیدم، با استرس بیدار شدم. چهل و 45 روز خودم رو سرزنش کردم. 45 روز هر روز شکست رو تصور کردم. اما با همه اینها من همه تلاش خودم رو کردم. قبول شدم. دین دیرین ماشالله ماشالله ماشالله.